عزیزان، حضرت سجاد علیه السلام یه دوستی داشته به نام ابو خالد کابلی. حضرت با ابو خالد کابلی ذکر خیر شماها را کرده. افتخار نمی کنید؟ ببینید میفرماد ای ابو خالد این اهل زمان غیبته. ای ابو خالد، مردم زمان غیبت امام زمان که ماها باشیم یا دیگران باشد و کدومشون؟ المعتقدین لامامته، نه همشون، اونا که به امامتش معتقدن. المنتظرین لظهوره، اونا که منتظر ظهورش هستن. این چیه؟ افضل و اهل کل زمان، این مردم این زمان با فضیلت ترین مردم همه زمان ها هستن. و ببین افتخار بگو شما رو داره میگه. این مردم زمان غیبت حالا چرا اینقدر با فضیلتن؟ میگه لأن الله تعالی ذکره. ای جوانان دقت کنید، برای اینکه خدای متعال اعطاهم، به اونا داده. چی داده به شما ها مردم آخر الزمان؟ اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلة المشاهده. نمیگه عقل داده به اینا. ببینید بعضی مطلب رو لهلورده میکنن. میگه به مردم آخر الزمان نوعی عقل داده، نه مطلق عقل، نوعی عقل داده که اینا امامشون رو نمیبینن ولی اینقدر معتقدن، اینقدر راحتن مثل این است که میبینن. این عقل امام شناسی یه عقل خاصیه.